پسرم حلقه نامزدیش پیدا کرده. بچه ها سلام، خوبید؟ سلامتید عزیزانم؟ فدای شما بشم. من و ویکتور امروز پنجشنبه ساعت 11:30 ویکتور حلقه ازدواجش رو پیدا کرده، میخواد درخواست ازدواج بده. حالا نمیدونیم کی رو پیدا کرده پسرمون. بچه ها لایک کنید. گزینه تنس، نمیدونم جون، نمیدونم همینا رو بچه ها برام بزنید. من که بلد نیستم تلفظشون کنم، دورتون بگردم. همین که همین دست پا شکسته فیلم از ویکتور میگیرم خودش اینه، این که من دارم پیشرفت میکنم. فداتون بشم. من پیرزن که کودکی درونم فعال با ویکتور خان، یعنی دارم پیشرفت میکنم که فیلم میذارم تو یوتیوب. شما هم باید حمایتم کنید، کمکم کنید که چی بتونم ببرم. نگاه کن من ویکتور. البته تا سر حالم، حالا تا یه آخر برج نو میبینیم کارمون با کجا میکشه. تا سر حالم میخوام باتون حرف بزنم، از ویکتور فیلم بگیرم براتون بذارم. دوستتون دارم خیلی بچه، خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. دوست دارم لایو بذارم ولی بلد نیستم. حالا میخوام برم از یکی بپرسم ببینم چجوری لایو میذارم. مثل امروز که من ویکتور تنهاییم تو خونه میتونه بازی کنه، از شیطنتاش فیلم بگیرم براتون لایو بذارم، شما هم ببینید، لذت ببرید مثل من.